رفقا خیلی خوش اومدین به این ویدیو. امروز اومدیم با یه ترکیب ایکسبو که یکم سخت از حقیقتا، به خاطر اینکه میشه گفت یه تک هوای زن داریم که اونم ویزارده و سایکلش هم خب خودتون میدونید دیگه یکم سنگینه، 5 اکسید زیاده. ولی خب میریم با این ببینیم چجوریه. تقریبا هم آره دیگه همشون فقط یه لول دیگه مونده که الایت بشن، ولی خب بازم با این کارتا تقریبا میشه بازی کرد. قبل از اینکه بریم سراغ مچ، لایک و ساب فراموش نشه و حتما یه کامنت انگلیسی بذارید که یوتیوب بهتون گیر نده. خب میریم سراغ مچ. یه لحظه من اینو ببرم بالا. خب اول بسم الله هوک خورد بهمون، خیلی اکسی خرج کردیم، آخرش هم یه ضربه زد. هوک سایکل باید باشه به احتمال زیاد. آره حتی نایت نداره. حالا میبینیم یه بالون خب ما ایکسبامون فعلا نمیکاریم به خاطر اینکه ای بولر تورنیدو نه برای چی اونو زد. حتی خوبه هوک دفاع شد. عالی یه ایکسپو رو لازمه بریم دیگه. البته یکم جلو کاشتم ولی خب یه ایکسپو دفاع میکنیم. یه ایکسپو ای وای. ما یه کالکتر دیگه میریم. یه تورنیدو برس. اوضاعمو بد شد. الان هویش هم میاد. تورنیدوشو میزنه. نایس. خوبه. اینور ایکسپو میریم. دفاعش میکنیم اینا. بعد خب یه کاراکتر دیگه. یه ایکسپرت دفاع میریم. بوگیشو بندازه کارمون زاره و مجبور شد بندازه فریز نزنه. اوه بچه لیک دارم میدم. حالا دیگه میگیرمش، نگران نباشید. سمت چپ یه ایکسپو میرم که فشار بیاد باشه. یه تورنیدو میزنیم. یه ایکسپو دفاعی مجبوریم بدیم.
باور نمیشه یارو داره. من با 4 تا کالکتر هم نتونستم بگیرمش. حتی دارم بد بازی میکنم حقیقتا، ولی خب یکم نتم اذیت میکنه. خدا وکیلی خیلی دیر میافته. بردیم. نت خیلی اذیت میکنه، ولی بعدم بازی کردم دیگه. با 4 تا کالکتر بعد یارو میگرفتم. این از مچ اول. یه لاگ بیافت. نگاه لاگ بیت برقاشه دیگه. نه لاگ بیت نیست. پس آره هست دیگه. یا خدایی چه دکی. با دفاع خوبی بود. من همینطور کنترل بازی کنیم. یه 2 تا حداقل باید کالکتر تو زمین باشه. لاک ویزارد از ته میریم به خاطر اینکه میخوایم ایکس با از راست برم. اینجا سریع یه تورنیدو خب گرفت روی تاور دیگه. تاورشو گرفتیم. بعد دیگه کالکتر بعد حداقل 2 تا تو زمین بکاریم، کنترل هم دفاع کنیم. بعد دیگه کار یارو زاره، هیچ کاری هم نمیتونه بکنم. هم نیازی نیست تاور بگیریم، یه دفاع میذاریم. اگه دیدیم بازی نکرد که سری کارتا میریزم برای تاور بعدی. چه کنم ود کردی. خب همینطوری کارتا میریزم تا ایکس به بعدی بیاد. 3 تا بگیریم. کارتا قشنگ میشه گفت تقریبا 1 ثانیه دیر میفته. این از مچ دوم که نمیتونست بزنه. الکی اومده و مینیفیکا و چه میدونم این چیزا بندگی آورده بود. میریم سراغ مچ سوم. کنونر. خب ما یه نه ایکس با نرم بهتره. نایت میرم. خب ایکس با دفاع میذارم. اگه ترکیب عبدالفتاح باشه که خیلی بد میشه، ناراحت میشم. یه ویزارد رو باید بریم. خیلی ایزی که نه، ولی خود جمع شد به خاطر اینکه 11 تا اکسی برای 7 تا خرج کنم. البته 11 به 11 شد دیگه چون فایربال هم زد، ولی خب ما این نایت هم انداختیم. خب اینجا یه نایت سریع نزن رو تاور. خوبه یه لاگ هم میزنم.
تیرم داره، فایربال هم داره. اسپریت خوبه. این کارکترمون بمونه. این فایربال زد که قطعا ایکسپو میرم. یه کارکتر دیگه میکنم، فایربالشو مجبور بزنم. بیری گفتم خب ما هم اینجا یه دونه اینو میریم با یه نایت سری بیافت. خوبه، بازم خوبه. نزن. الان میخواه هوگشو بندازه، رویال هوگ نزنه. مجموع ایکس به دفاعی بره. حتی خیلی هم ایور انداختم به خاطر فایربالش ترسیدم. ویزارد مجبوریم بریم. نایت رویال هوگش رو میاد. ما کالکتر میکنیم سریع. این فایربالش ما رو اذیت میکنه. یه تورنیدو میکشیم وسط. ما ایکسپو میریم، اونم فایربالشو باید بزنه. فایربالشو الان میزنه مطمئنه. خود نزد، مجبور دیگه الان بزنه. ما سریع ایکسپو بعدی میریم. بگیر رو تاور. مرسی. ویزارد رو میریم. ایکسپو تو رو خدا نت. از سریع ایکسپو میرم. بگیر رو تاور. نشد. ما اسفل نداریم بجز تورنیدو و لاگ، چون اونقدر هم دمجی نمیده برای اند گیم. اشکال نبود. ماتچ بعدی خب آیس اسپریتمون رو که میزنه. لاگ بیت، قطعا لاگ بیت دیگه ردخور نداره. راکت اگه بزنه که اشتباه بزرگی میکنه. اینجا اینفرناشو میذاره. لاگ بزن ایکسپو.
لاگویت باید خیلی حواسم باشه بهش. نمیفته بابا، چه وضعشه خب. بعد انداختم آیس اسپریتو. اگه خود زودتر بیفته که اینطور نمیشه. اگه زودتر بیفته اینطور نمیشه. ایکس با میریم چون پرنسس میخواد بیاد پشت نایت. لاگ خب الان تو 2 برابر من باید کالکتر هم توی بکارم. یاد گرفتینم همین توی راکت هایی میخواه بکنم. خب 1 کارت 2 کارت 3 کارت ایکس با ما میریم. نگاه نمیفته. تورنیدو یه چسب تاور دیگه. یه چسب. خب یه اشتباه بزرگی کرد. ما یه ایکس با میریم مجبور شه راکتشو بزنم. ما اینجا آیس اسپریت میریم به خاطر پرنسس. ما اینجا کالکتر میریم که راکت ازش بگیریم. لاک دیر میافتم. اون مجبور هی راکتشو بزنه روی ایکس با. آره نایت مو بر خوب دمج داد. عالی. نایت رو بگیر. این حمله والکریشو میندازه. ما هم ایکس با میریم سریع. لاگ اشتباه کم البته. دمج داد. باختیم. بزن. نمیشه آجی، خیلی نتفده، دیر میفته. یه مچ دیگه میزنم یا 2 تا مچ بعد دیگه میبندم چون نت خیلی بله خیلی اذیت میکنه، نمیذاره که ما کارمون انجام بدیم. یه ایکس با میرم. لاک بله زد خورده بهمون. چطور
همه شو جمع کرد. خوبه. آرجی زدمونه به خاطر همون مانچش. از همینجا ما بعد اینو خف کنیم. خوبه. عالی عالی. دفاع عالی. اخ اینو چهار نزد. ما یه ایکس رو میریم. خیلی اکسیر خرج کرد. قطعا رویال جاینت رو میخواد باید جلوش. نشان هم گوبلین گنگ. آره رویال جاینت رو میره. ما سعی نایت رو اینجا سر پول میکاریم. بیشتر دمج بده. لاگ هم میزنیم. حتی لاگ انداختش جلوتر. نزنه. خوبه. ما اینجا نایت رو میکاریم انگار گیلدینگه. یعنی فکر کنم من لاگ میزنم ولی خب عمرن بزنم الان. خب اشتباه کرد باخت. به خاطر همین کارش باخت 100%. لاگ میگم ایکس بو مانکش هم اومد. چرا اینطوری کردم؟ بزن اون فایل که بی پدر مادرش رو. نزنه. خب الان دیگه لاگ رو باید بزنم. مجموعم ایکس رو دفاعی بکنم چون اذیت داره میکنه. خوبه. عالی عجب چیزی زدم. میزنه یکی بیتا. خب مجبور زپش رو بزنه. ایکس با دفاع. همینجا باید نگهش دارم. میخواد روی جاینت رو بندازه. بزن. نمورد. خب الان یه لاگ میزنیم. قطعا ایکس بود. خب یه رویال جاینت دیگه داره تم میکشه آخراشو. بزن. الان ابیلیتیش هم میزنه حتما. خواست بزنه یعنی اکسیش رفت. خب بزن. ریزار تمام. باخت. ایزی بیمش هم کنیم. چقدر شد؟ یکی دیگه هم نه ولش کن. بذار با بور تمام کنیم که اعصاب خوب نشه. خب مرسی بچه ها که این ویدیو دیدین. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگه این نوع سگ ویدیو خوشتون میاد حتما کانال سابسکرایب کنید. زنگوله هم روی آن بذارید که هر موقع ویدیو میاد شما بتونید سریع ببینید. لایک فراموش نشه. کامنت انگلیسی هم بذارید که یوتیوب بهتون گیر نده. فعلا بدرود.